واقعیتی است که من هم خوشحال می شدم که به زبان شیرین پشتو گپ می زدم، اما فکر می کنم زبان آلمانی از زبان چینی هم سخت‌تر است. شما متأهل هستیم یا مجرد؟ شاید همین تو یک پرسشی باشه. حدسی Richtig, dass Deutschland ist schwer. یا ich denke ja هیچ جای دنیا با همه امکانات و تجهیزات و با همه سهولتاش وطن نمیشه. Ich bin Basir Danishar, ich komme aus Afghanistan. Ich habe ژورنالیستی بدون نویسندگی نمیشه لقب یا سمت ژورنالیست بودن را به خود بده. د پوهنتون استاد او که یو کډوال دانشیار، کوم دانشیار مو د خوش دانشیار؟ برای فرزانه هم همچنان متاسفانه از نعمت سواد بی‌بهره هستند، اما همیشه تشویق ما کردن و دعا. دوستانو بیا هم په خیر راسي. لکه مخکې چې مې یادونه وکړله، راغلی د استاد څنګ ته د استاد سره به د ژوند، کډوالۍ او تعلیم په اړه بحث کوو. نو خبره لنډومه د استادو طرف ته راځم، دا چې څوک دی او د کوم ولایت اوسېدونکی دی، څومره زده کړې کړي دي، د څخه به خپله واورو. هر څه در مخه دانشیار صاحب سلامونه تاسو ته، ښه راغلاست درته وایم. مخکې له دې چې پوښتنو ته راسم، یوه ژمنه به راسره کوې، څه چې په زړه کې هغه به راسره شریکوې. سلامت باشیم. عرض سلام و حرمت دارم از شما و بینندگان خوب شما. امیدوارم تندرست باشیم. همین که آمدیم بسیار خوشحال هستیم و قلب ما را واقعا منور ساختیم با حضور پرنور خود. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ دوستانو. دانشیار صاحب سره به بس زه پښتو غږیږم، ځکه هغه څنګه چې د خپرونې ژبه د دري هغه څه نو زه نسم په غږېدلی، په دې هیله چې استاد به بخښ راته کوي. نو استاد مخکې له دې چې زه یو پوښتنه د خپرونه په پوښتنه راپیل کړم، ستاسو په نظر زما لومړۍ پوښتنه به څه وي؟ سلامت باشیم. واقعیتی است که من هم خوشحال می شدم که به زبان شیرین پشتو گپ می زدم، اما متاسفانه نمیتونم. میفهمم پرسش های شما را، خب بسیار عشق و علاقه هم دارم به زبان ملی خود، اما متاسفانه در یک محیطی کلان شدیم که در اونجا بیشتر زبان دری فارسی مطرح بوده و ما هم در اونجا رشد و نمو کردیم. به این خاطر اجازه نمیدم که به زبان پشتو صحبت بکنم، برای از اینکه ممکنه مشکلاتی داشته باشه ادبیات پشتوی ما. به هر حال امیدوارم شما و بینندگان خوب مرا عفو بکنیم. فکر میکنم نخستین پرسش اینه که شما کی هستیم، در کجا متولد شدیم، تحصیلات شما در چه مقطعی بوده و متأهل هستیم یا مجرد؟ شاید همین تو یک پرسشی باشه، حدس میزنم، الله اعلم. ډیره مننه محترم استاد، ستاسو فکر هم صحیح دی، خو زه وایم چې د لیسې د پوهنتون استاد او که یو کډوال دانشیار، کوم دانشیار مو د خوش دانشیار دی؟ سلامت باشیم، قربان محبت شما، لطف داریم. واقعیت اینه که هرچی که دوستان ما خوششان بیایه برای من امو خوشایند است. من آدم پرزرق و برق نیستم. دوستای مرا به نام کوچک صدا کنن خوشم میایه، به نام تخلص اگر صدا میکنن خوشم میایه، به عنوان یک دوست و رفیق صدا کنن خوشم میایه. و گاهی وقتا واقعا چون عشقی که برای استادی داشتم و مدت مدیدی را در خدمت اولاد وطن بودم به صفت استاد، واژه استاد هرچند من شایسته مقام استادی نیستم، اما به عنوان یکی از ردروان مسلک مقدس استادی که همان پیامبر بزرگوار اسلام هم به او تاکید کرده، گفته انما بعثت معلما و انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، علاقمند هستم که بیشتر وقتا واژه استاد بشنوم و این برای من انگیزه میده که در مسیر استادی حرکت بکنم و این برای من انگیزه میده تا ای که من علاقمند فراگیری علوم متداوله باشم و در خدمت اولاد وطن بیشتر باشم. ډیره مننه استاد محترم، که دا راته ووایه زموږ په ټولنه کې د علمیار تخلص هم ډیر مطرح دی، نو تاسو دانشیار یاست، د دغه دواړو ترمنځ فرق شته؟ سلامت باشیم. معمولا تخلص ها چیزهای بیشتر ذوقی هست. خب به خاطر دارم برای که تشخیص بشم، ما در خانوادگی بختیار کلان شدیم. اکثرا عزیزان ما در اون خانواده بختیار تخلص میکردن. از آنجایی که مشکل بود در تشخیص، ما در دوران متعلمی یک تخلص دیگه هم برای خود اختصاص دادم که او تخلص دانشیار هست. هیچ تفاوت نمیکنه، عالمیار، دانشیار، پوهانیار و هر چیز دیگه که مفاهیم را انتقال بده، این ارزشمند است، اما این یک تخلص شخصی هست و من خواستم که
متفاوت باشم نسبت به بقیه اعضای خانواده، به دلیلی که خب همه را آقای بختیار تخلص میکردن. به این خاطر خوب بود که یک تنوع باشه تا اینکه یک تشخیص بشه و یک تنوع ایجاد بشه و میره در دوران متعلمی، در دورانی که من متعلم مکتب بودم او زمان دانشیار سر خود گذاشتم و تا اکنون دانشیار تخلص میکنم و هدف از ای که ما یار دانش هستیم، این هم برای ما واقعا مثل واژه استادی همیشه انگیزه بخش بوده و این برای ما به واقعیت معنا است که مسیر سخت و دشوار و پر فراز و نشیب فراگیری علوم ره با این تخلص بهتر و آسانتر پیمودم. به این معنا که همواره با تخلص خود تفکر میکنم و میگم که همونطوری که ادعا میکنم که من یار دانش هستم، باید در مسیر کسب دانش همواره قدم بردارم و در این راستا موفقیت های را با توفیق خداوند و همکاری و همیاری و دوستان به دست آورم. ډیره مننه استاد محترم. د چې تاسو ویل چې د علم سره مو دومره علاقه وم او د تخلص په دې خاطر مرته نږدې دي، نو په کورنۍ کې نور څوک هم تعلیم یافته دي، علم یې کړی دي که نه؟ سلامت باشیم. بله، خوشبختانه بعد از اینکه من اقدام به تحصیل کردم در خانواده، چون خداوند مغفرت کنه پدر مرحومیم از نعمت سواد بی بهره بودن، اما همواره یاور ما بودن در حوزه فراگیری و علوم و مادر فرزانه هم همچنان متاسفانه از نعمت سواد بی بهره هستند، اما همیشه تشویق ما کردن و دعا کردن. و یک برادر کلان ما او هم متاسفانه از نعمت سواد بی بهره است. بعد از او برادری که از من کلانتر است در حد خواندن و نوشتن سواد دارن، خوشبختانه یک چند صنف خواندن و من خوشبختانه طوری که شما هم مستحضر هستیم ممکن است در پرسش های بعدی شما بیای سند ماستری خود را دارم در حوزه ژورنالیسم و ارتباطات جمعی. بعد از من یک برادر دیگه است که او انجینر کامپیوتر هست، کامپیوتر ساینس لیسانس هست و بعد از او برادرای دیگه ما اونا فارغان صنف 12 هستن و همشیره ما هم متاسفانه از نعمت سواد بی بهره است، اما در حد خواندن قرآن عظیم الشان الحمدلله در نزد مامای خود فرا گرفتن و بعداً برای فرزندان خود آموزش دادن و در حال حاضر هم الحمدلله قرآن خوان هستن، اما متاسفانه در اون زمان فرصت های تعلیمی و تحصیلی بسیار محدود بوده و ما هم در ابتدا در قریجات افغانستان زندگی میکردیم و فرصت های تحصیلی و با توجه به شرایط محدود بوده متاسفانه. اما خوشبختانه بعد از اینکه من اقدام به فراگیری تحصیل کردم، کسی را نماندم از خانواده که او از نعمت سواد بی بهره باشه. تلاش کردم که همه را در حد مورد نیازش با سواد بسازیم و خوشبختانه اکثریت برادرزاده ها و خواهرزاده ها و برادران بعد از من انشالله مسلح با سلاح دانش هستند. ډیره مننه استاده. مخکې له دې چې راسم په ستاسو تعلیم ته چې ولې مو د ژورنالیزم رشته انتخاب کړه، دغه پوښتنه به هم وکړم چې د کډوالۍ ژوند څنګه دی؟ هغه پوښتنې ته بیا وروسته راسم، ځکه اوس خو فعلا ما ورته کډوال یو، ځکه هلته تاسې دومره ښه مقام درلودي، استاد واست په پوهنتون، دغه تر څنګ په خپل برخه کې مو یعنې مطرح هم واست، دلته راغلی ژوند مو څنګه دی؟ والا غربت فراز و نشیبای خود داره، شما خود هم شاهد این فراز و نشیبا هستین. وضعیت طوری حاکم شد که بناچار به خاطر ادامه تحصیل و به خاطر از اینکه یک تعدادی از اعضای خانواده ما به شکل بهترش بتونن تحصیل بکنن، ما هم مجبور شدیم و ناچار شدیم که وطن، خانه و کاشانه خود را برای مدت ترک بگیم. این ترک گفتن بسیار دشوار بود و تصمیم سخت زندگی بود، اما به هر حال برای مدت تا ای که وضعیت وطن را مطالعه کرده، وضعیت تحصیلات را مطالعه کرده و وضعیتی که در حال حاضر حاکم است، او وضعیت برای هیچ یک از شهروندان ممکن است قابل قبول نباشه. خواهران ما از تحصیل و از آموزش منع شدن و محدودیت وضع شده و این حالت طبیعتاً که برای هر انسان با احساس دردآور است و این محدودیت ها را ما از آغاز هم شاهدش بودیم، اما این اواخر متاسفانه این محدودیت ها چند برابر شده. بازم ما صدا میکنیم که این محدودیت ها نه اسلامی است، نه انسانی است و نه افغانی است. باید این محدودیت ها برداشته بشه و باید در راستای کسب و تحصیل علم برای خواهران ما گامای ارزنده تری برداشته بشه، برای که مادران و خواهران ما
سزاوار بهترین ها هستند و باید که هیچ نوع محدودیتی سر راه تحصیل گذاشته نشه و این آموزه های دینی ما برای ما این مباحث را آموختانده و ما باید به مقابل آموزه های دینی خود عمل نکنیم. بنابراین زندگی اینجا زندگی همراه با فراز و نشیب هاست و شما میدانیم معمولا در یک کشور دیگه بحث‌های فرهنگی متفاوت است، شیوه زندگی متفاوت است، آموزش یا فراگیری زبان یک چالش است و مدغم شدن در او جامعه و موقف خود را مثل که در جایگاه وطن خود مثلا یک از 20 سال یا 15 سال یا 20 سال تلاش و فعالیت و کار فرهنگی و آموزشی میکنه، یک موقف اجتماعی فرهنگی و مدنی پیدا میکنه، او موقف رو پیدا کردن در یک کشور دیگه به عنوان یک چالش است. اینها همه چالش هایی است که سر راه مسائل غربت وجود داره. اما در کنار از او دستاوردهای هست، فرصت های تحصیلی خیلی خوب هست، فراگیری یک زبان هست، آشنایی با فرهنگ‌ها و کلتورهای بیگانه یا یک کشور میزبان ای به عنوان یک فرصت هست. و از طرف دیگه وقتی آدم میتونه برای ارتقای ظرفیت خود و برای ارتقای ظرفیت خانواده خود و برای ارتقای ظرفیت اطرافیان خود و برای اینکه برای آینده بتونه باز هم در خدمت اولاد وطن خود باشه، باید از هر فرصت و از هر چالش یک استفاده بهینه و مطلوب بکنه. و من هم خواستم برای ارتقای ظرفیت دانشی خود استفاده بکنم تا اینکه روزی دانش و ای فراورده های تحصیلی خود را در خدمت هموطنان نازنین خود قرار بدم. ډیره مننه استاد محترم. پر علم باندې مو ډیر ټینګار وکړي، ومویل چې علم د ژوند د روښانه کولو لار ده او دغه د علم په ذریعه سره کو دغه عبادت وګورو پرمختګ هم کړی دی. نو تاسو خپل علم څومره کړی دی، څومره تعلیم مو کړی دی او دغه ترڅنګ دغه لږ کیسه راته وکړي څنګه د پوهنتون استاد ولاست او خبریالي مو ولې انتخاب کړه؟ ځکه په افغانستان کې کو وایو نسبت نورې نړۍ ته دغه د بیان ازادي دونه نشته، بیا په دا شرایطو کې مو ولې انتخاب کړه؟ ځکه خبریالي خو ټوله پر همدغه بیان ازادي باندې راګرځي. سلامت باشیم، لطف داریم. من در سال 1372 وارد مکتب شدم و از ابتدا در صنف دوم نشستم برای که مسجد رفته بودم و خط خواندن و نوشتن را بلد بودم و صنف 11 مکتب را هم به امتحان لیاقت دادم و در سال 1384 من فارغ شدم به دلیل از اینکه 2 سال متاسفانه محرومیت از تحصیل داشتم در زمانی که ما هم دوران غربت را در دور نخست حضور حاکمان فیلی در غربت و مهاجرت بودیم. اما در سال 1384 من خوشبختانه پس از سپری نمودن امتحان کانکور در پوهنتون هرات در رشته ژورنالیسم موفق شدم. این رشته واقعا یکی از رشته‌های مورد علاقه من بود. به خاطر دارم در دوران مکتب من اول نمره صنف خود در 90% از صنوف من اول نمره بودم خوشبختانه. در اونجا صنف‌های مشاعره بود، برخی از ژورنالیست‌های همان زمان ما می آمدن در مکاتب ما و اونجا برنامه‌های مشاعره بود، برنامه‌های مسابقات ذهنی بود و خیلی از برنامه‌های سرگرمی بود. من از آنجا واقعا یک عشق و علاقه خاص برای مسلک ژورنالیسم پیدا کرده بودم. وقتی در سال 1384 من به این رشته کامیاب شدم، خانواده همه میگفتن که به هر حال اشتیاق خودت و علاقه خودت مهم است، اما اگر طب یا انجینری بخونی این بهتر است، نامدارتر است. اما من تاکید کردم که نخیر، من علاقمند هستم که به او چیزی که خود یافتم و به او چیزی که علاقمند هستم و به او چیزی که فکر میکنم توانایی رو دارم به او عمل میکنم و حرکت میکنم. خوشبختانه ادامه دادم تحصیلات را. در سال 1388 از ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات فارغ شدم و 2 سال پس از فراغت، البته در این دوره تحصیلی هم فعالیت‌های ژورنالیستیکی در رسانه‌های محلی هرات داشتم، در رادیو تلویزیون محلی هرات، در یک رسانه خصوصی، حتی تا سمت مدیریت نشرات همکار کردم و همزمان با این تحصیل و تعلیم من یک مرکز آموزشی خصوصی داشتم به نام راهیان نور که بیش از 10,000 دختر و پسر در اونجا آموزش‌های مختلفه مضامین را گرفتن و خوشبختانه با نام درخشان او مرکز چندین سال فعالیت داشت. تا سال 1392 فعالیت داشت که بعد از او من خودم فعالیت از او را بالا تعلیق در آوردم، برای که من در سال 1390 به صفت کادر علمی پوهنتون هرات موظف شدم
و در این بازه زمانی مسئولیت‌هایم بسیار زیاد شد و 2 سال پس از او نتونستم که ادامه فعالیت‌های مسلکی خود را در حوزه آموزش هم مخصوصا در مراکز آموزشی داشته باشم. متمرکز شده بودم بر دیپارتمنت ژورنالیسم و ارتباطات جمعی و از او سال به بعد سمت‌های مختلف را در پانتون هرات داشتم. خوشبختانه باید بگم که از عامر دیپارتمنت ژورنالیسم که برای چندین دوره بودم، عامر ارتباطات و آگاهی عامه پانتون هرات برای نزدیک به 2 سال بودم و همزمان عضو علمی پانتون هرات، عضو کادر علمی بودم و در کنار از این عضو شورای علمی بودم، عضو کمیته مختلفی بودم که خوشبختانه با صداقت کامل وظیفه خود را انجام دادم. سرانجام در سال 2017 یک فیلوشیپ، یک اسکالرشیپ از کشور چین به دست آوردم و ماستری خود را در کشور چین همزمان با استادی فرا گرفتم و در سال 2020 خوشبختانه موفقانه دوره ماستری را سپری کردم و همزمان یک سری فیلوشیپ های را ما به ایالات متحده آمریکا داشتیم. اونجا با سن خوزه استیت یونیورسیتی یک قرارداد علمی داشتیم و سفرهای علمی آموزشی را به آلمان در 2016 داشتیم، سفرهای علمی آموزشی را به کشور ترکیه داشتیم، سفرهای علمی آموزشی را به امارات متحده عربی داشتیم، سفرهای علمی آموزشی را در دهلی هندوستان و در حیدرآباد هندوستان و در اسلام آباد پاکستان و در برخی از کشورهای دیگه داشتیم. خوشبختانه این سفرهای علمی برای ارتقای ظرفیت ما و برای اینکه ما بفهمیم جانبینی ما نسبت به علوم معاصر چندین برابر شد و من عضویت خیلی از نهادهای مدنی را در هرات داشتم و به عنوان یک ژورنالیست و به عنوان یک آگاه امور سیاسی و یک متخصص حوزه ارتباطات در خیلی از رسانه‌های محلی همکار خوب بودم. مصاحبه‌های مختلفه در رسانه‌های مختلفه صوتی و تصویری در سطح محلی، ملی و بین المللی داشتم و افتخار میکنم که صادقانه در خدمت اولاد وطن بودم و اکنون هم خوشبختانه اینجی قصد و پلان اصلیم ادامه تحصیلات عالی است تا اینکه بتانم باز هم تا مقطع تحصیلی دکترا و بالاتر از او تحصیلات بکنم و باز هم در خدمت اولاد وطن باشم. ډیره مننه استاد محترم. دوستانو تاسو سپیروان میډیا ته غوږ یاست چې نن د پوهنتون د استاد او د ژورنالیزم د ډګر له یو مطرح کس سره مرکه لرو. د ده سره نور هم څو پوښتنې پاتې دي، بیا به مخه کوو، خو تاسو خپرونه تر پای شبوره سره تعقیب کړئ، خپرونه در سره لایک، شیر او دا زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. استاد محترم یو بلې پوښتنې ته راځم چې ژورنالیزم او لیکوالي ډېرې نږدې اړیکې لري، نو تاسو خپله لیکوالي هم کوئ د ژورنالیزم ترڅنګ؟ بسیار تشکر، مهربان هستین. واقعیت است که نویسندگی و کار ژورنالیزم یک رابطه بسیار عجین شده داره. یعنی هیچ ژورنالیستی بدون نویسندگی نمیشه لقب یا سمت ژورنالیست بودن را به خود بده، برای که ژورنالیزم با نویسندگی گره خورده و جز لاینفک مسلک ژورنالیزم است. یک ژورنالیستی که نویسنده زبردست و بسیار قوی نباشه او نمیتونه ادعا بکنه که من ژورنالیست هستم. اصلا اصولا کار ژورنالیزم در واقع با نویسندگی آغاز میشه و همون 3 مرحله یا حتی اگر امروز بحث دنیای دیجیتال را هم در نظر بگیریم 4 مرحله را اگر در نظر بگیریم، گام نخست یک ژورنالیست نویسندگی است و باید با تمام فنون و تاکتیک های نویسندگی بر اساس اصول پذیرفته شده همون زبانی که می نویسه او مسلط باشه. در غیر صورت ما نمیتونیم با او ژورنالیست اطلاق بکنیم. گزینه دوم کار رادیویی است. ژورنالیست باید با امور رادیویی، مدیریت رادیویی و تولید برنامه رادیویی تبحر داشته باشه، تفحص داشته باشه و دست بلند داشته باشه. ید طولانی که در ادبیات به اون میگن باید داشته باشه. مورد سوم است که ژورنالیست در مقام سوم و در موقعیت سوم مکلف به است که با کار تلویزیون، با تولید برنامه‌های تلویزیون، با مصاحبه‌های تلویزیونی، با اطلاعات تلویزیونی آشنا باشه و بتونه برای مخاطبان خود یک جذابیت و یک چیزی را به شکل بسیار مؤثرش انتقال بده. این گام سوم است. گام چهارم امروز شبکه‌های اجتماعی است. باید یک ژورنالیست با دانش مورد استفاده شبکه‌های اجتماعی و آنلاین آگاه باشه. اگر ژورنالیست ما امروز چگونگی استفاده بهینه و مطلوب را از شبکه‌های اجتماعی ندانه
و با او مسلح نباشه قطعا نمیشه به او یک ژورنالیست ورزیده و تکنیکی و یک ژورنالیست زبردست اطلاق کرد. به این خاطر این 4 تا اصل در امور ژورنالیستیکی بسیار با اهمیت است و باید به هر 4 حوزه ژورنالیست ما آگاهی استفاده و مطلوب را داشته باشه. البته خب طبیعتاً که باز به هر حوزه میشه متخصص، ژورنالیست متخصص به یک حوزه خاص باشه، اما باید به شکل عمومی و به شکل کلیش به این 4 حوزه آشنایی داشته باشه، بتونه استفاده بکنه، بتونه برنامه تولید بکنه، بتونه بنویسه و بتونه تحلیل بکنه. در غیر صورت نمیشه که ما به او یک ژورنالیست زبده و یک ژورنالیست زبردست اطلاق بکنیم. ډیره مننه استاد محترم. که دا هم راته ووایاست چې د آلمان په هکله ستاسې مخکنی ذهنیت څنګه و او اوس چې راغلي یاست څنګه دی؟ سلامت باشیم. من واقعیت اینه که چون 2016 آلمان دیده بودم و من در 2013 به ایالات متحده آمریکا هم سفر داشتم، به نوعی آگاهی خوب نسبت به زندگی در غرب داشتم و میدانستم و واقعیت روزی فکر نمی کردم که مجبور باشم بیایم در غرب زندگی بکنم. اما واقعیت اینه که از روی ناچاری و از روی وضعیت موجود آمدیم و امیدوار هستیم یک روز دوباره پس به وطن برگردیم. وطن در واقع هیچ جای دنیا با همه امکانات و تجهیزات و با همه سهولتاش وطن نمیشه. با همه امتیازاتی که ممکن از نظر مادی کسی داشته باشه، او فضای معنوی وطن و مادر وطن را هیچ کس نمیتونه برمغان بیاره. ذهنیتم نسبت به غرب مشخصا واضح بود و میدانستم زندگی در غرب میشه گفت مزایای هم داره و معایب هم داره، برای که همیشه پدیده ها دارای مزیت و عیب هستند. نمیشه تنها ما به مزیت هایشان ببینیم، نمیشه تنها به عیوبشان ببینیم، بلکه هر دو را باید در کنار هم سبک سنگین بکنیم. اما زندگی در غرب جای برای رشد، جای برای بالندگی، جای برای فراگیری علوم و تحصیل و جای برای شغل مسئول و موارد از این قبیل و زندگی بهتر و آرامتر هست. اما چالش های هم در اینجا هست. شما تا زمانی که مدغم بشیم در این جامعه، تا زمانی که میتونیم زبان فرا بگیریم و تحصیل بکنیم و مصیبت ها و سختی های پیدا کردن یک شغل مورد علاقه و ایدئال را به دست بیاریم و از طرف دیگه رنج و مشکلات تحصیل و فراگیری زبان را پشت سر بگذاریم، اینا به عنوان چالش است. تا جایگاهی برای خود و برای خانواده خود و برای اطفال خود پیدا بکنیم به شکل معیاری و مناسبش، اینا به عنوان چالش است که در هر سرزمین که آدم بره این چالش ها وجود داره. اما وقتی آدم سبک سنگین میکنه، انصافاً مزایای زندگی در غرب و تحصیلات عالی و تحصیلات و اشتغال زایی و فعالیت کاری در حوزه تخصص در اینجا با مراتب نسبت به کشورهای جهان سوم بهتر و ایدئالتر و مناسب تره. اما این به معنای ترجیح دادن نیست، این به معنای قضاوت منصفانه است که یک انسان منصف باید همواره منصفانه قضاوت بکنه، حتی اگر این قضاوتش به نفعش نباشه، به نفع وطنش نباشه، ولی این یک حقیقت پذیرفته شده است که در اینجا سیستم تحصیلات عالی، سیستم آموزش، سیستم ارتقای ظرفیت و سیستم اشتغال زایی و سیستم مسئولیت جانی و مسئولیت مالی و مسئولیت شغلی در سطح بسیار بالایی است و ایره باید بپذیریم و اعتراف کنیم. چون در جهان اول طبیعتاً که سیستم ما همو تو ایدئال است، ولی در کشور ما هم روند سیستم سازی جریان داشت، مشکلاتی وجود داشت، اما متاسفانه یک دفعی همش مختل شد و ما انتظار داریم که یک بار دیگه وضعیت برای مردم ما بهبود حاصل بکنه و مردم ما بتونن به شکل ایدئالش در اون سرزمین زندگی بکنن. ژوندی اوسئ استاد محترم. دوستانو تاسو سپیروان میډیا ته غوږ یاست. خپرونه هم کرا د پای شیبو ته ځي. لکه مخکې چې مې ویله څو محدودې پوښتنې پاتې دي. تاسو هم دا خپرونه سره شیر، لایک او زموږ یوټیوب چینل چې نوې فعالیت کړی در سره سبسکرایب کړئ او دغسې ښې خپرونې ورڅخه نورې هم خپرېږي، تاسو یې ننداره کولی سئ. استاد محترم، د ژبې خبره دې وکړله. ژبه چې هر چاته وایم ډېره سخته ده، ما ته هم خپله سخته ده.
تاسې په اړه څنګه فکر لري او څونه مو زده کړی دی، څو جملې که زموږ لیدونکو ته ووایاست؟ قربان محبت شما، واقعا زبان آلمانی یکی از دشوارترین زبان هاست. من تجربه فراگیری زبان چینی را هم داشتم. همه میگفتن زبان چینی بسیار دشوار است. وقتی زبان آلمانی را من فرا میگیرم فکر میکنم زبان آلمانی از زبان چینی هم سخت‌تر است. شما مخاطبان شما شاید قضاوت کنند که بسیار سخت است، اما خوشبختانه من طی 600 ساعت درس تانستم که مدرک B1 در حد اینترمدییت اینجا هست. ایره کمایی بکنم. خوشبختانه از معتبرترین مرجعی که امتحان زبان آلمانی رو میگیره از میشه گفت سازمان تلک که بسیار معتبر است در آلمان، من او سند در الحمدلله گرفتم و تصمیم بر است که انشالله ادامه بدم. B2 میگن یا B2 میگن و او رو انشالله شروع میکنم و تصمیم دارم که من زبان آلمانی رو فرا بگیرم، به خاطری که من میخوایم در حوزه‌های علمی و تخصصی خود کار بکنم. بنابراین نیازمند سطح زبان در حد ادوانس هست و من اینترمدییت را پشت سر گذاشتم. هرچند خب این زبان دشواری هست و دوستایی هستن که 6-7 سال در آلمان زندگی کردن و هنوز هم به زبان آلمانی مشکل دارن، اما این 1 سالی که ما در آلمان بودیم خوشبختانه من تانستم که این سند را کسب بکنم و همین سند را هم به اساس آمار 75% از اشتراک کننده ها ناکام میشن و خوشبختانه من گویا در میان 75% از خوش شانس ها بودم که کامیاب شدم. به این اساس من علاقه‌مند هستم که این زبان را ادامه بدم و این زبان دشواری هست. و شما گفتیم چی را یاد گرفتی؟ واقعیتی است که یک مقدار از لغت ها و جملات و خیلی از مسائل را یاد گرفتیم، اما نحوه استفادهش با توجه به گرامر بسیار دشواری که داره و با توجه به قواعد بسیار سختی که داره و با توجه به بحث آرتیکل که اینجی بسیار یک بحث جنجالی هست که همه افعال هم نسبت به آرتیکل و وضعیتشون حتی میتونه متغیر باشه، این خب چالش های خود داره. ولی من خوشبختانه یاد گرفتم و در حد حل مشکل و خیلی از مشکلات شخصی خود و خانواده خود را امروز الحمدلله با زبان آلمانی حل میکنم. Ich bin Basir Danishar, ich komme aus Afghanistan. Ich habe 38 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe 4 Kinder. Sie sind 12 Jahre alt, 8 Jahre alt, 4 Jahre alt und 1 Jahre alt. Ich möchte studieren hier, weil ich habe eine Master Degree von meinem Bereich, aber ich möchte in Zukunft studieren mehr, weil ich verstehe, Studieren ist sehr wichtig. Ohne Studieren kann man nicht gibt eine gute Arbeit in Zukunft. So, ich denke, das ist sehr wichtig für alle Leute. Sie müssen lernen jeden Tag. Ohne Lernen wir können nicht finden unsere Plätze in der Gesellschaft. So, das ist, ich denke, genug für Sie und für deine, für deine Freunde, dass sie sehen uns in deine YouTube-Channel. Das ist richtig, dass Deutschland ist schwer? Ja, ich denke ja. Deutschland leben ist sehr schwer, aber deutsche Sprache ist viele schwer. Ja. Ich denke, alle Leute, weil sie verstehen über deutsche Sprache, sie sagen, nein, das ist nicht möglich. Ja. Wir können nicht lernen diese Sprache. Aber ich denke, alles können lernen deutsche Sprache mit viele Übung. Ohne Übung, wir können nicht lernen so viel deutsche Sprache. Dankeschön für deine Zeit und für deine Freunde-Zeit. Ich möchte gute Zeit für Sie und für deine Freunde und für deine Kollegen. Und Sie auch. Dankeschön. Ja. ډیره مننه دوستانو، خپرونه رانغاړو د استاد څخه ډیره مننه چې پر خپل مطالعه د آلمان پر ژوند او په افغانستان کې
پر خپل وخت باندې چې البته تحصیل ترلاسه کړی پر هغه سره وغږېدي. نو استاد ته ښه وخت غواړو، تاسو ته هم ښه وخت غواړو. بیا هم یادونه کوو سپیروان میډیا در سره تعقیب کوي او د دغه خپرونو څخه خوند واخلي. استاد بیا هم ډیره مننه چې نه یوازې د خپل تعلیم په اړه معلومات راکړه بلکې په ډوچ مو هم یو څه خبرې وکړې. سلامت باشین، قربان لطف شما، تشکر از وقت شما و همکاران شما و تشکر از اینکه بیننده‌های گرامی شما فرصت میدن و برنامه ما و شما را میبینن. امید است که برنامه انگیزه باشه برای ادامه امور تحصیلی و برای پیشرفت و ترقی تمام هموطنان عزیز ما در سراسر دنیا. ډیره مننه دوستانو استاد څخه هم چې د خپرونه مو تر پای شیبه سره تعقیب کړه. تاسو ته هم ښه وخت غواړو، پر خدای مو سپارو. د الله په امان.